زنی با ظاهری ساده و بی تکلف هر روز در کوچه پس کوچه های شوراباد، یکی از جنوبی ترین محلات اطراف تهران، قدم میزد. رفتارش چنان معمولی بود که هیچ نگاهی را به خود جلب نمی کرد. زبان فارسیش روان و لباسش مانند تمام زنان دیگر محله بود، با حجابی که هر زن دیگر در این محله فقیرنشین و کارگری بر سر داشت. او تنها نبود، مردی همواره همراهش بود. گویی در این محله سنتی رسم بر این است که زن بدون مردش بیرون نرود. از دور شبیه زوج فقیر به نظر می رسیدند که درگیر روزمرگی و سختی های زندگی اند، بی آنکه اثری از خاص بودن در آنها دیده شود. نگهبانانی که وظیفه حفاظت از ساختمانی متروکه در این منطقه دورافتاده و صنعتی را بر عهده داشتند، هیچگاه به این زن و همراهش توجهی نشان ندادند. از آن سو انباری که آنها نیز محافظ آن بودند چنان ساده و بدون هیچ نشان خاصی بود که کسی توجهی به آن نداشت. گویی انباری پر از آهن پاره یا تکه های چوب بی ارزش که صاحبش از ترس دزدیده شدن آهن قراضه ها چند نگهبان ساده برایش گماشته بود. همه چیز در این صحنه بازی ظریفی از فریب و پنهانکاری بود، چه نگهبانان که نیروهای امنیتی بودند و چه آن زن که یکی از زبده ترین مأموران موساد، سرویس اطلاعاتی اسرائیل بود. چند ماه بعد که سری ترین اسناد هسته ایران از این انبار توسط موساد دزدیده شد، بسیاری در ایران شوکه شدند. این ویدیو داستان یکی از بزرگترین عملیات‌های جاسوسی در جهان است. عملیاتی که موساد موفق شد با نفوذ در نهادهای امنیتی و نظامی ایران بیش از 55,000 سند فوق محرمانه را در یک شب زمستانی از انبار شوراباد دزدیده و به اسرائیل منتقل کند. این عملیات نه تنها یک اقدام جسورانه بود، بلکه زنجیره‌ای از پرسش‌ها و ابهام‌ها را به دنبال داشت که هنوز هم در حالی از رمز و راز باقی مانده است. موساد چگونه توانسته در سالهای اخیر به عمیق‌ترین بخش‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران نفوذ کند؟ چه کسانی در ساختار سیاسی و نظامی ایران برای دشمن کار می‌کنند و نقشه ربودن نیم تن اسناد در ایران با کمک چه کسانی به اجرا درآمد؟ منبع اصلی ما برای ساخت این ویدیو کتاب هدف تهران نوشته یونا جرمی باب و ایلان آویاتار، دو نویسنده و روزنامه‌نگار مشهور اسرائیلی است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. شب 11 بهمن ماه 1396 سکوت سنگین بر آسمان تهران سایه افکنده بود. مه غلیظی شهر را در بر گرفته و سرمای گزنده استخوان‌ها را می‌لرزاند. در اتاق وضعیتی مدرن در حومه تل‌آویو اما سکوت با تنش و اضطراب در هم آمیخته بود. یوسی کوهن، رئیس موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، با پیراهن سفید همیشگیش در مرکز توجهات قرار داشت. چشم به ساعتش دوخته بود و منتظر لحظه‌ای بود که بتواند دستوری سرنوشت ساز را صادر کند. در اطراف او ده‌ها مأمور اطلاعاتی و فنی موساد چشم به صفحه‌های LCD دوخته بودند که قرار بود به زودی تصاویر زنده‌ای از عملیاتی بسیار مهم را به نمایش بگذارد. عملیاتی که می توانست برای اسرائیل هم پیروزی بزرگ و هم شکستی فاجعه بار باشد. روزها بود که این گروه نخبه شب و روز کار می کردند، بی وقفه و بی خواب. لحظه موعود فرا رسیده بود. ساعت 10:31 شب به وقت تهران کوهن دستور داد اجرا کن. این فرمان تیمی از مأموران موساد را که در قلب تهران در محله صنعتی شوراباد در حومه جنوبی پایتخت ایران مستقر بودند به حرکت درآورد. شوراباد منطقه حاشیه نشین و صنعتی مملو از انبارهایی با سقف ایرانیتی آخرین جایی بود که کسی تصور می‌کرد صحنه یک درام جاسوسی بین المللی باشد.
اما در آن شب 24 نفر از مأموران برگزیده موساد به احتمال زیاد ترکیبی از مأموران اسرائیلی و ایرانیان مخالف حکومت با آمادگی کامل وارد عمل شدند. در حالی که کوهن در اسرائیل زمان را زیر نظر داشت، آنها به یکی از انبارها نفوذ کردند. با مشعله‌های حرارتی به گاوصندوق‌های فولادی رخنه کرده و شروع به جمع‌آوری اسناد و مدارک هم به صورت کاغذی و هم الکترونیکی کردند. به گفته اسرائیل، این اسناد تمام تاریخچه تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را از حدود 30 سال پیش از آن در خود جای داده بود. زمان عنصری حیاتی در این عملیات بود. تیم موساد در تهران فقط 6 ساعت و نیم فرصت داشت تا حجم عظیمی از اطلاعات مورد نظر را پیدا کند، بار کامیون‌ها کند و از محل فرار کند. در غیر این صورت خطر لو رفتن و دستگیری وجود داشت. در آن صورت تمام ماها برنامه‌ریزی دقیق، جمع‌آوری اطلاعات پرخطر در داخل ایران و هزینه‌های هنگفت به باد فنا می‌رفت و جان ده‌ها نفر در معرض خطر می‌افتاد. شب به آرامی به صبح گره خورد. در اسرائیل مقامات ارشد موساد با نگرانی و امید به صفحه‌های نمایش چشم دوخته بودند. سرانجام تیم موساد در شوراباد با 0.5 تن اسناد و لوح‌های فشرده از انبار خارج شد. این احتمالاً بزرگترین سرقت اطلاعاتی فیزیکی از پایتخت یک کشور در تاریخ جاسوسی بود. ساعتی بعد کامیون‌ها با سرعت به سوی مرزهای ایران می‌راندند. برای گمراه کردن نیروهای امنیتی ایران چند کامیون خالی نیز به راه افتاد و از مسیرهای انحرافی استفاده شد. در اتاق وضعیت موساد ترکیبی از احساس پیروزی و آرامش حکم فرما بود. تمام تلاش‌ها و هزینه‌ها به ثمر نشسته بود. در تهران مقامات حکومتی و محسن فخریزاده، دانشمند هسته‌ای ارشد ایران، از آنچه در شوراباد می‌گذشت بی‌خبر بودند. آنها آرشیو هسته‌ای را به این مکان منتقل کرده بودند تا از دسترس دشمنان، به ویژه اسرائیل، آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دور نگه دارند. تصمیم موساد برای دستبرد به آرشیو هسته‌ای ایران به 2 سال قبل دی ماه 1394 باز می‌گشت. یوسی کوهن که به تازگی به ریاست موساد منصوب شده بود، به دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس فراخوانده شد. نتانیاهو به کوهن گفته بود: ما نه تنها باید جهان را متقاعد کنیم که ایران درباره برنامه تسلیحات هسته‌ای خود دروغ گفته است، بلکه باید آن را به جهان نشان بدهیم. 1 سال قبل از آن در تابستان 94 ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای برجام دست یافته بودند. بر اساس این توافق ایران پذیرفته بود در ازای لغو تحریم‌های بین‌المللی برنامه هسته‌ای خود را محدود کند. اما نتانیاهو از ابتدا با این توافق مخالف بود و آن را برای اسرائیل خطرناک می‌دانست. او به ویژه نگران بند غروب در برجام بود که بر اساس آن محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران پس از 10 سال کاهش و پس از 15 سال به طور کامل برداشته می‌شد. نتانیاهو به دنبال برهم زدن توافق برجام بود. علاوه بر این، امضای برجام برای اسرائیل پیامد ناخوشایند دیگری نیز داشت. برنامه خرابکاری، ترور و حملات سایبری اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران که سالها ادامه داشت باید به شدت کاهش می‌یافت، زیرا ادامه آن می‌توانست خشم ایالات متحده، متحد اصلی اسرائیل را برانگیزد. به همین دلیل نتانیاهو و کوهن به دنبال شواهدی بودند که بتواند توافق هسته‌ای را بی‌اعتبار کند و راه را برای از سرگیری اقدامات پنهانی اسرائیل علیه ایران باز کند. آنها معتقد بودند که آرشیو هسته‌ای ایران می‌تواند چنین شواهدی را ارائه دهد و ثابت کند که ایران در گذشته درباره برنامه هسته‌ای خود دروغ گفته. مثلا گفته است که آنها فقط برای مصارف غیر نظامی هستند، در حالی که بعد نظامی را از بازرسان سازمان ملل پنهان می‌کرده است و نمی‌توان به آنها اعتماد کرد که در آینده دروغ نگویند. کوهن پس از دیدار با نتانیاهو جلسه‌ای با مقامات ارشد موساد برگزار کرد تا برنامه‌ریزی برای دزدیدن آرشیو را آغاز کنند. در میان آنها معاون او ایهود لاوی بود که قبلاً واحد قیصریه موساد را رهبری می‌کرد که مأمورانی را در قلمرو دشمن به کار می‌گیرد و یک جوخه معروف به کیدون یا سرنیزه را اداره می‌کند که ترورهای هدفمند را انجام می‌دهد.
دیوید بارنیا مسئول جذب و اداره منابع انسانی موساد و ایال هولاتا رئیس بخش فناوری موساد نیز در جلسه حضور داشتند. پس از این جلسه کوهن به نزد نتانیاهو بازگشت تا طرح نفوذ یک تیم موساد به ایران و دزدیدن آرشیو را ارائه دهد. نتانیاهو در مورد وجود نسخه پشتیبان از آرشیو سوال کرد. اگر نسخه پشتیبان وجود نداشت، سرقت آرشیو می‌تواند ضربه سنگین‌تری به برنامه هسته‌ای ایران وارد کند. کوهن پاسخ داد: نمی‌دانم، اما ایرانی‌ها آنقدر مطمئن هستند که هیچ کس از این آرشیو خبر ندارد که ممکن است نسخه‌ای تهیه نکرده باشند. نتانیاهو پرسید: مطمئنی که آنها این اسناد را به صورت کامپیوتری در جای دیگری ذخیره نکرده‌اند؟ کوهن پاسخ داد: بعید است، چرا که آنها احتمالاً به دلیل نگرانی از هک سیستم‌های کامپیوتریشان اسناد را روی کامپیوتر منتقل نکردند و پنهان کردن آن به صورت کاغذی را راه حل بهتری می‌دانند. نتانیاهو با این ارزیابی موافقت و مأموریت را تصویب کرد. موساد معمولاً یک مدیر پروژه برای هر عملیات ویژه منصوب می‌کند. اما کوهن تصمیم گرفت شخصاً مدیریت این عملیات بسیار مهم را بر عهده بگیرد. او به تحلیلگران موساد دستور داد تا تلاش‌های خود را برای یافتن مکان آرشیو دوچندان کنند و تاکید کرد باید مطمئن شوند که آن مواد را به اسرائیل خواهند آورد. تمام منابع موساد از جمله اطلاعات نظامی اسرائیل که یکی از بزرگترین شبکه‌های شنود در جهان را در اختیار دارد، برای این عملیات بسیج شدند. ایران کشور پهناوری بود و تأسیسات هسته‌ای آن در نقاط مختلفی پراکنده بود. یافتن آرشیو در این شرایط به گفته یک منبع موساد مانند پیدا کردن سوزن در انبار کاه بود. اما حقیقت این است که موساد واقعاً از صفر جستجو نمی‌کرد. این سازمان و متحدانش سالها بود که به تشکیلات ایران نفوذ کرده بودند. آنها موفق به جذب منابع اطلاعاتی متعددی در داخل ایران شده بودند، از جمله فردی به نام نصیری که معاون ارشد رئیس برنامه هسته‌ای ایران بود. این منابع به موساد امکان دسترسی به مکالمات مقامات ارشد ایرانی و همچنین نفوذ به شبکه‌های کامپیوتری ایران را داده بودند. موساد و اطلاعات نظامی اسرائیل ترکیبی از جاسوسی انسانی و اطلاعات سیگنالی را با نام هاگین توسعه داده بودند که در نفوذ به ایران بسیار مؤثر بود. یکی از معماران این سیستم خود کوهن بود که از سال 1383 پرونده ایران را در موساد بر عهده داشت. نفوذ موساد در ایران چنان عمیق بود که علی یونسی وزیر اطلاعات سابق ایران هشدار داده بود نفوذ موساد در بسیاری از بخش‌های کشور آنقدر گسترده است که هر یک از اعضای رهبری ایران باید نگران جان خود باشند. تامیر پاردو رئیس سابق موساد گفته که در زمان ریاست خود از وجود آرشیو هسته‌ای ایران آگاه بوده، اما از مکان آن اطلاعی نداشته است. با این حال حدود یک ماه پس از خروج او از موساد در دی ماه 1394 مأموران موساد موفق به کشف مکان آرشیو شدند. موضوع دیگری که اسرائیل و موساد باید به آن توجه می‌کردند واکنش دولت باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا بود. دولت اوباما نقشی کلیدی در دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران داشت و از آن به شدت دفاع می‌کرد. اسرائیل نگران بود که عملیات علیه آرشیو هسته‌ای ایران که به هدف بی‌اعتبار کردن برجام انجام می‌شد با مخالفت جدی دولت اوباما روبرو شود. روابط آمریکا و اسرائیل در آن زمان به دلیل اختلاف نظر در مورد شهرک‌سازی‌های اسرائیل و روند صلح فلسطین چندان گرم نبود و اسرائیل نمی‌خواست تنش جدیدی به این روابط اضافه کند. اختلافات نتانیاهو و اوباما بر سر برجام به اوج خود رسیده بود. نخست وزیر اسرائیل چند ماه قبل از امضای توافق هسته‌ای بدون هماهنگی با کاخ سفید در کنگره آمریکا سخنرانی کرده و به شدت از برجام انتقاد کرده بود. این اقدام خشم دولت اوباما و بسیاری از دموکرات‌ها را برانگیخت و به روابط آمریکا و اسرائیل آسیب رساند. نتانیاهو تمام توان خود را به کار گرفته بود تا برجام را از بین برده و روابط ایران با غرب را بار دیگر دچار مشکل کند. از این رو برنامه‌ریزی برای سرقت آرشیو هسته‌ای به طور مخفیانه ادامه یافت و آمریکا از این موضوع بیخبر نگه داشته شد.
اما در آبان 1395 با پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معادلات تغییر کرد. ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خود به شدت از برجام انتقاد کرده و وعده پاره کردن آن را داده بود. در حالی که بسیاری در آمریکا و جهان از انتخاب ترامپ نگران بودند، اکثریت در اسرائیل از راست تا چپ سیاسی از اینکه او روی کرده سختگیرانه تری در قبال ایران اتخاذ خواهد کرد خوشحال بودند. کشورهای عربی منطقه که رقبای ایران محسوب می شدند نیز از این تغییر استقبال کردند. نتانیاهو و ترامپ پیش از این با یکدیگر آشنایی داشتند، اما اولین دیدار رسمی آنها در 2 بهمن 1395 تنها 2 روز پس از ادای سوگند ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا برگزار شد. گفتگوها صمیمانه بود و ایران در صدر دستور کار قرار داشت. ترامپ و نتانیاهو به رؤسای اطلاعاتی خود کوهن و مایک پومپئو رئیس سازمان سیا دستور دادند تا همکاری‌های اطلاعاتی بین 2 کشور را به سطح بی‌سابقه‌ای برسانند و آنها برای هماهنگی عملیات علیه ایران به توافق رسیدند. در بهمن ماه 95 پومپئو به همراه همسرش به اسرائیل سفر کرد و با کوهن در هتل کینگ دیوید در اورشلیم دیدار کرد. او همچنین از مقر موساد در حومه تل‌آویو بازدید کرد و در دیدار با تیم ایران در موساد بر لزوم همکاری نزدیک با CIA تاکید کرد. چند هفته بعد کوهن به آمریکا سفر کرد و با پومپئو در مزرعه پایگاه 9000 هکتاری در ویرجینیا که CIA ماموران خود را برای جاسوسی آموزش می‌دهد دیدار کرد. اندکی بعد پومپئو نیز متقابلا از مقر موساد در اسرائیل بازدید و با کوهن دیدار کرد. از آن زمان به بعد کوهن و پومپئو از نظر حرفه‌ای و شخصی بسیار شبیه یک تیم عمل می‌کردند. در یک مورد که پومپئو آن را فاش کرده است، او یک تماس فوری از کوهن دریافت کرد و در حالی که در هواپیمایش در باند فرودگاهی در یک پایتخت اروپا بود، به این تماس پاسخ داد. کوهن از او درخواست کمک برای خروج امن تیمی از مأموران موساد را کرده بود که یک مأموریت مهم را در ایران به پایان رسانده بودند. پومپئو بلافاصله وارد عمل شده و ظرف 24 ساعت مأموران موساد را به خانه‌های امن منتقل کرده و 2 روز بعد آنها را به کشورهایشان بازگردانده بود، بدون اینکه کسی از این عملیات مهم پنهانی باخبر شود. نویسندگان کتاب هدف تهران ادعا می‌کنند که ایران تا سال 1382 برنامه هسته نظامی خود را دنبال می‌کرد. بر اساس این کتاب، فخریزاده ریاست پروژه آماد را بر عهده داشت. اولین تلاش ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای که ظاهراً در سال 2003 متوقف شد. موساد دهه‌ها بود که فخریزاده را تحت نظر داشت و یک بار در یک اقدام ترور او را در تیررس خود قرار داده بود، اما عملیات در آخرین لحظه لغو شده بود. به گفته نویسندگان کتاب، پس از کشف برخی مراکز غنیسازی ایران در سال 81 و در نهایت پذیرش چند توافقنامه در دوران خاتمی که به بیانیه سعدآباد منجر شد، ایران برنامه نظامی خود را تعطیل کرد. در آن شرایط فخریزاده برنامه‌ای برای پنهانسازی طراحی کرد. او و 4 تن از معاونان کلیدیش در یک سری جلسات مخفی فشرده به مدت 8 روز در مرداد و شهریور 1382 دستور دادند دارایی‌های آماد را کاهش دهند، اما در عین حال آنها را حفظ کنند. به عبارتی این 8 روز بود که منجر به تولد آرشیو هسته‌ای ایران شد که موساد 15 سال بعد آن را می‌دزدید. اما در آن زمان طرح فخریزاده برای پنهان کردن آرشیو بدون نقص اجرا شد. فخریزاده بخش‌های مهمی از برنامه هسته‌ای را به حالت تعلیق درآورد، اما آماده نگه داشت تا در زمان مناسب دوباره فعال شوند. برخی از فعالیت‌ها که پنهان کردن آن دشوار بود به طور کامل متوقف شدند یا اولویت پایین‌تری به آنها داده شد. بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای نظامی در برنامه غیر نظامی ادغام شدند تا هدف آنها مبهم شود. بخش‌های دیگر برنامه به صورت مخفیانه و با حجم کمتری ادامه یافت تا از دید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان‌های اطلاعاتی غربی پنهان بماند. به ادعای نویسندگان کتاب، در سالهای بعد فخریزاده به فریب دادن غرب ادامه داد و به عنوان مثال موفق شد سایت هسته‌ای بزرگ فوردو را تا سال 2009 پنهان نگه دارد.
پس از توافق هسته‌ای برجام، فخریزاده با جابجایی و تغییر برچسب‌ها تلاش کرد تا برنامه هسته‌ای را از دید ناظران پنهان‌تر کند. یکی از اقدامات او انتقال آرشیو هسته‌ای بود. توافق هسته‌ای برجام از ایران می‌خواست تا سوابق فعالیت‌های هسته‌ای گذشته خود را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد، اما ایران این آرشیو را پنهان کرده بود. مقامات ایرانی نگران بودند که این اسناد که کل تاریخ برنامه هسته‌ای ایران را روایت می‌کند، در مکان قبلی خود در معرض خطر باشد و به دست بازرسان آژانس یا سازمان‌های اطلاعاتی غربی بیفتد. اینجا بود که وزیر دفاع حسین دهقان و فخریزاده رئیس برنامه هسته‌ای ایران محله شوراباد را از میان چند گزینه انتخاب کردند. آنها تصور می‌کردند که یک انبار متروکه در این منطقه صنعتی از دید موساد و دیگر سازمان‌های اطلاعاتی دور خواهد ماند. فخریزاده نظارت کرد که کدام پرونده‌ها باید منتقل شوند و اینکه چگونه هم پرونده‌های فیزیکی و هم سیدی‌ها باید ذخیره شوند و دهقان وزیر دفاع هم مسئولیت امنیت عملیات را به عهده گرفت. با این تمهیدات مقامات ایران تصور می‌کردند آرشیو هسته‌ای در مکان امن و دور از دسترس قرار دارد. غافل از اینکه موساد از مدت‌ها قبل تحرکات مقامات هسته‌ای ایران را زیر نظر داشت و انتقال آرشیو به شوراباد را به راحتی ردیابی کرده بود. با این حال جابجایی آرشیو در زمستان 1395 مشکل جدی را برای موساد ایجاد کرد. آنها اکنون می‌دانستند آرشیو کجاست، اما باید اطلاعات دیگری نیز به دست می‌آوردند. در میان انبوه اسناد چگونه می‌توانستند مدارکی را پیدا کنند که برنامه نظامی گذشته ایران را افشا کند؟ چگونه می‌توانستند بدون جلب توجه به انبار نفوذ کنند؟ آرشیو چگونه محافظت می‌شد؟ چگونه می‌توانستند از شناسایی شدن جلوگیری کنند و سیستم‌های امنیتی انبار را از کار بیاندازند و از محل فرار کنند؟ با این حال یک نکته مشخص بود. انجام عملیات در داخل ایران توسط نیروهای اسرائیلی بسیار خطرناک بود. در صورت دستگیری این نیروها با مجازات‌های سنگینی روبرو می‌شدند. به همین دلیل موساد سالها بود که با مخالفان ایرانی و گروه‌های اقلیت قومی در ایران ارتباط برقرار کرده بود. یکی از این گروه‌ها سازمان مجاهدین خلق ایران بود. در مقطعی آمریکا و اتحادیه اروپا مجاهدین خلق را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند، اما گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه این سازمان از سوی آمریکا آموزش‌های نظامی دریافت کرده است. در سال 1391 شبکه خبری NBC به نقل از 2 مقام ارشد دولت اوباما گزارش داد که مجاهدین خلق در ترور حداقل 5 دانشمند هسته‌ای ایران توسط موساد نقش داشتند. بر اساس این گزارش، واحدهای مجاهدین خلق توسط موساد تأمین مالی و آموزش داده می‌شدند. تماس با این گروه توسط بخش تول موساد حفظ می‌شد. تول مسئول برقراری ارتباط با سازمان‌های خارجی و کشورهایی است که اسرائیل با آنها روابط دیپلماتیک ندارد. با وجود این ارتباطات، موساد هنوز اطلاعات کافی برای انجام عملیات سرقت آرشیو را نداشت. کوهن و همکارانش به این نتیجه رسیدند که باید یک مأمور اسرائیلی را به تهران اعزام کنند. این اقدام بسیار خطرناک بود، اما بدون آن عملیات قابل انجام نبود. مأمور اعزامی باید تخصص فنی لازم برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز را می داشت. سوال این بود که چه کسی را بفرستند. انتخابی که انجام شد یک راز دولتی کاملا محافظت شده باقی مانده است. تصمیم گرفته شد که این مأمور یک زن باشد. تصور بر این بود که حضور یک زن در منطقه شوراباد که یک آرشیو هسته‌ای فوق محرمانه در آن قرار دارد ممکن است کمتر از یک مرد جلب توجه کند. کوهن یک مأمور زن موساد را انتخاب کرد که به زبان فارسی مسلط بود و مدرک مهندسی داشت. نحوه ورود این مأمور به ایران همچنان یک راز است و به دلایل امنیتی قابل افشا نیست. او چند روز در تهران حضور داشت و مانند یک شهروند عادی رفتار می‌کرد. برای جلوگیری از جلب توجه، یک مرد نیز به عنوان همراه او به ایران اعزام شده بود تا نقش یک زوج را بازی کنند. این زوج چندین بار از منطقه بازدید کردند و هر بار مأمور زن با ظاهری متفاوت ظاهر می‌شد تا توجه نگهبانان انبار یا افراد محلی را جلب نکند.
در طول حضور این مأمور در تهران، کوهن و معدود افراد مطلع از عملیات در نگرانی و اضطراب شدیدی به سر می‌بردند. سرانجام مأمور زن و همراهش سالم به اسرائیل بازگشتند و اطلاعات ارزشمندی را با خود آوردند که موساد را قادر ساخت تا عملیات را ادامه دهد. به دست آوردن اطلاعات جدید تنها مشکلی نبود که موساد با آن روبرو بود. دولت ترامپ در ماه‌های اولیه روی کار آمدن خود هنوز رویکرد مشخصی در قبال ایران نداشت و در ابتدا تلاش می‌کرد تا به اصطلاح نقایص برجام را برطرف کند و خواستار تمدید محدودیت‌های هسته‌ای ایران، محدود کردن برنامه موشکی و گسترش اختیارات بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده بود. در این شرایط انجام یک عملیات بزرگ علیه ایران می توانست مذاکرات را پیچیده کند و واکنش‌های منفی بین‌المللی برانگیزد. به همین دلیل مرحله نهایی جمع‌آوری اطلاعات در مورد انبار شوراباد ادامه یافت، اما عملیات اصلی به زمان دیگری موکول شد. تغییر لازم در زمستان 1396 رخ داد، زمانی که ترامپ از تایید پایبندی ایران به توافق برجام که هر 3 ماه یک بار باید آن را برای ادامه تعلیق تحریم‌ها اعلام می‌کرد خودداری کرد. پیش از آن در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس، نتانیاهو به ترامپ اطلاع داد که موساد در آستانه انجام عملیاتی در ایران است که دروغگویی هسته‌ای ایران را افشا خواهد کرد. ترامپ از نتانیاهو پرسید که آیا این عملیات خطرناک است و نتانیاهو پاسخ داد خطر ناچیز نیست، اما ارزش ریسک را دارد. اکنون همه چیز برای انجام سرقت بزرگ آماده بود. این نقطه اوج بیش از 2 سال کار بود که صدها نفر از پرسنل موساد، از افسران اطلاعاتی، رمزگشاها، هکرها، کارشناسان سایبری، زبانشناسان، پرسنل فناوری و مزدوران داخلی در طیف گسترده از رشته‌های عملیاتی در آن دخیل بودند. در شب 11 بهمن 1396 در اتاق وضعیت موساد، کوهن فرمان اجرای عملیات را صادر کرد. در ایران طولانی ترین ماه گرفتگی قرن در حال وقوع بود و آسمان تهران به طرز غیر معمولی تاریک شده بود. مه غلیظی نیز تهران را فرا گرفته بود و پوشش مضاعفی برای عملیات فراهم می‌کرد. مه دقیقاً در زمانهایی که تیم وارد شد و سپس در ساعات اولیه صبح که قرار بود فرار کنند در غلیظترین حالت خود بود. هوا بسیار سرد بود، حدود -4 درجه سانتیگراد. اعضای تیم موساد لباسهای گرم و تیره پوشیده بودند و به عینک‌های دید در شب و تپانچه‌های صدا خفه کندار مجهز بودند. سرقت واقعی در فضاهای تنگ انبار انجام می‌شد. چند کانتینر در انبار قرار داشتند. در داخل کانتینرها پرونده‌های هسته‌ای در چند ردیف از 8 گاف صندوق فولادی 2 متری روبروی هم با فاصله تقریباً 1 متری بین آنها نگهداری می‌شد. جمعاً 32 گاف صندوق. تیم موساد باید گاف صندوق‌ها را باز می‌کرد و فقط محتویات با ارزش را برمی‌داشت، زیرا زمان و فضای کافی برای انتقال همه چیز وجود نداشت. تیم عملیات بارها و بارها سرقت را در یک مکان شبیه سازی شده در یک کشور خارجی که تاکنون هویت آن فاش نشده تمرین کرده بود. موساد ماکت منطقه را بازسازی کرده بود، حتی خیابانها و سگهای اطراف انبار را، تا مأموران موساد در تمرینهای 6 ماهه خود به آنها عادت کنند. آنها تمام مراحل عملیات از نفوذ به انبار تا باز کردن گاف صندوقها را بارها و بارها تمرین کرده بودند. گاف صندوقهای 2.5 متری ساخت شرکتی در تهران بود و موساد از طریق یک شرکتی پوششی در تهران توانست 2 نمونه از آن را بخرد و برای بررسی دقیق به اروپا و از آنجا به یکی از مراکز موساد منتقل کند. مأموران موساد متوجه شدند که با حرارت 3500 درجه سانتیگراد می توانند هر گاف صندوق را در مدت 7 دقیقه باز کنند. با اطلاعات جمع آوری شده توسط مأمور زن و دیگر منابع، تیم موساد دقیقاً می‌دانست که به دنبال چه چیزی بگردد و سیستم‌های امنیتی انبار را چگونه از کار بیاندازد. روش دقیق نفوذ به انبار و از کار انداختن سیستم‌های امنیتی همچنان محرمانه است. اما کوهن این سرقت را به سبک فیلم 11 یار اوشن توصیف کرده است.
احتمالاً تیم موساد از روش‌های مشابهی برای فریب سیستم‌های نظارتی استفاده کرده و با هک کردن سیستم‌های امنیتی ورود به انبار را تسهیل کرده است. برخلاف تصور رایج از عملیات‌های نفوذ، انبار شوراباد از حفاظت چندانی برخوردار نبود. احتمالاً مقامات ایرانی می‌خواستند این مکان را نامحسوس جلوه دهند و حضور نیروهای امنیتی زیاد می‌توانست توجه را به آن جلب کند. 2 نگهبان انبار حدود ساعت 10 شب محل را ترک می‌کردند و تا ساعت 7 صبح روز بعد باز نمی‌گشتند. این بدان معنا بود که تیم موساد حدود 6 ساعت و نیم فرصت داشت تا عملیات را انجام دهد. در ساعت 10:31 شب تیم الکترونیک سیستم هشدار را از کار انداخت. تقریباً همزمان تیم نفوذ درهای سنگین انبار را باز کرد و بدون هیچ مقاومتی وارد آن شد. گروهی دیگر از مأموران در بیرون انبار مستقر شدند تا مراقب باشند کسی متوجه نفوذ نشود. گروه اصلی وارد انبار شده و مشغول کار شدند. اما در داخل انبار یک مشکل غیرمنتظره پیش آمد. معلوم شد که ظرف 24 ساعت گذشته چیدمان انبار تغییر کرده است. ماها برنامه‌ریزی و جمع آوری اطلاعات با یک اتفاق غیرمنتظره می توانست به هدر برود. احتمال لغو عملیات وجود داشت، اما پس از مشورت‌های فوری کوهن تصمیم گرفت ریسک کند و دستور ادامه عملیات را صادر کرد. با اطلاعات دقیق تیم از انبار آنها توانستند با وجود تغییرات به سرعت آنچه را که دنبالش بودند پیدا کنند. با استفاده از مشعله‌های حرارتی با دمای 3500 درجه سانتیگراد تیم موساد 6 گاف صندوق از مجموع 32 گاف صندوق را باز کرد و شروع به استخراج اسناد مورد نظر کرد. گاف صندوق‌های حاوی اسناد کم اهمیت تر دست نخورده باقی ماندند. هدف اصلی مجموعی از پوشه‌های سیاه حاوی طرح‌های بمب هسته‌ای ایران بود. اما مأموران موساد علاوه بر این بیش از 100 CD، 55,000 سند و ویدیو و همچنین عکس‌هایی از آزمایش‌های مخفی را نیز پیدا کردند. تمام این مواد بار 2 کامیون شد و کامیون‌ها دقیقاً ساعت 5 صبح در مسیرهای از پیش تعیین شده به سوی مرزهای غربی ایران به حرکت درآمدند. در حین حرکت کامیون‌ها مأموران موساد شروع به عکسبرداری از برخی اسناد کردند و آنها را به اسرائیل ارسال کردند تا حتی در صورت دستگیری تیم بخشی از اطلاعات به دست اسرائیل برسد. در اتاق وضعیت موساد کوهن تصاویر زنده اسناد را روی صفحه‌های نمایش تماشا می‌کرد. تیمی از تحلیلگران فارسی زبان و کارشناسان هسته‌ای موساد تایید کردند که مأموران به هدف اصلی دست یافتند. اسرار هسته‌ای نظامی ایران اکنون در دستان اسرائیل بود. اما عملیات هنوز تمام نشده بود. تیم موساد باید با نیم تن اسناد و لوح فشرده از ایران خارج می‌شد. برخلاف گزارش‌های اولیه، هیچ تعقیب و گریزی توسط نیروهای امنیتی ایران رخ نداد. تا ساعت 7 صبح که نگهبانان انبار متوجه سرقت شدند، کامیون‌ها 2 ساعت بود که از انبار خارج شده بودند. پس از کشف سرقت، یک عملیات جستجوی گسترده در سراسر ایران آغاز شد. مقامات دستور دادند مرزهای ایران بسته شود و هزاران مأمور امنیتی به حالت آماده باش درآیند. پلیس و ارتش به دنبال دزدان و آرشیو گم شده بودند. لحظات پرتنشی برای مأموران موساد در حال فرار از ایران رقم خورد. کوهن به طور مداوم نتانیاهو را در جریان آخرین تحولات قرار می‌داد. دولت اسرائیل اطلاعات دقیقی درباره نحوه خروج اسناد از ایران منتشر نکرده، اما گزارش‌های غیر رسمی از سوی منابع اطلاعاتی اسرائیل منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، موساد برای مقابله با عملیات جستجوی ایران یک طرح فریب پیچیده را اجرا کرده بود. بخشی از تیم موساد به سرعت در نقاط مختلف ایران پراکنده شدند. مأموران دیگری که ارتباطی با عملیات سرقت نداشتند فعال شدند تا توجه نیروهای امنیتی ایران را به خود جلب کنند و تیم اصلی بتواند فرار کند. این اقدامات فریبکارانه خطرات زیادی را برای مأموران موساد به همراه داشت.
به گفته منابع اطلاعاتی، قاچاق گسترده مواد مخدر در مرز ایران و آذربایجان نقش مهمی در موفقیت عملیات فرار ایفا کرد. آذربایجان در مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا قرار دارد. در مرز ایران و آذربایجان علاوه بر هروئین، شیشه نیز قاچاق می شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که در زمان رسیدن کامیون‌ها به مرز آذربایجان فقط 2 مأمور موساد از تیم اصلی در هر کامیون حضور داشتند. با پرداخت رشوه به قاچاقچیان، مأموران موساد توانستند آرشیو را به آذربایجان و سپس اسرائیل منتقل کنند. مرزهای ایران برای چند ساعت پس از کشف سرقت در حالت آماده باش کامل بودند. اما به نظر می رسد ضعف‌های امنیتی مرزی ایران و توانایی قاچاقچیان مواد مخدر در نفوذ به این سیستم به مأموران موساد امکان عبور از مرز را داده است. همه مأموران موساد موفق شدند از ایران خارج شوند. اگرچه منابع نظامی و اطلاعاتی اسرائیل بعدها تایید کردند که برخی از آنها با کمک اطلاعاتی ارتش دفاعی اسرائیل، نیروهای ویژه و کمک هوایی از ایران خارج شدند که نشان می‌دهد اسرائیل مجبور شد هواپیماها یا هلیکوپترهایی را به مقاصد از پیش تعیین شده در ایران اعزام کند، جایی که آنها برخی از اعضای تیم را سوار کردند و آنها را به مکان امن پرواز دادند. جزئیات عملیات نجات فراتر از این چند واقعیت محرمانه باقی مانده است. در طول چند هفته اول ایران سرقت اسناد هسته‌ای را مخفی نگه داشت. اسرائیل نیز درباره سرقت سکوت کرد. اگرچه مخفیانه برخی از اطلاعات به دست آمده از آرشیو را در اختیار آمریکایی‌ها قرار داد. تا آنکه دقیقاً 3 ماه بعد در 10 اردیبهشت 1397 نتانیاهو با برگزاری یک کنفرانس خبری آرشیو هسته‌ای ایران را به جهانیان نشان داد و ادعا کرد که این اسناد ثابت می‌کند ایران دروغ گفته و به دنبال سلاح هسته‌ای بوده است. نتانیاهو با نمایش گذاشتن تعداد زیادی پوشه و CD گفت اسرائیل در یک عملیات اطلاعاتی به 55,000 صفحه سند و فایل دیجیتال از اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای نظامی ایران در قالب 183 CD دست پیدا کرده است. او در سخنانش ایران را متهم کرد که برای سالها با به اجرا گذاشتن یک طرح محرمانه به نام آماد در پی تولید سلاح هسته‌ای بوده است. یک هفته بعد از کنفرانس خبری نتانیاهو، آمریکا در 18 اردیبهشت 1397 به طور رسمی از برجام خارج شد. نخست وزیر اسرائیل به خوبی توانسته بود سیاست‌های خود برای از بین بردن برجام را به اجرا گذارد. عملیات سرقت اسناد هسته‌ای ایران بزرگترین سرقت اطلاعاتی در تاریخ جاسوسی جهان لقب گرفته است. بسیاری معتقدند این عملیات بدون نفوذ گسترده موساد و CIA در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران غیر ممکن بوده است. در سالهای بعد از آن، ترور محسن فخریزاده، معاون وزیر دفاع و یکی از کلیدی ترین دانشمندان اتمی ایران، نشان داد نفوذ در دستگاه‌های امنیتی ایران عمیق‌تر از آن چیزی است که تاکنون تصور می‌شده. نظر شما درباره نفوذ سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا و اسرائیل در ایران چیست و به نظر شما موساد با کمک چه کسانی توانست به سری ترین اسناد ایران دست یابد؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برایمان بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.